آنگاه فهمیدم در پشت این آسمان خاموش گوشی نیست که لرزش صدایم را بشنود. سالها نامی را صدا زدم که در باد گم می شد و دعاهایم مثل پرنده های زخمی به سقف سرد جهان برمی خوردند و برمی گشتند. گفتم شاید دیر است، شاید امتحان است، شاید حکمتی پنهان در کار است. اما شبها گذشت و هیچ نوری از هیچ کنجرایی روشم نشد. کسی آن بالا منتظر گریه های من نیست، خدایی نیست که به ما دور شهد با جهان بیان که مکسی کند به چرخیدنش ادامه داد. میان این بی پاسخی بزرگ یاد گرفتم به جای آسمان به انسان تکیه کنم. اگر نوری هست از چشمای ماست، اگر نجاتی هست